هیچ جنگجویی نمیتونه با شمشیر و بدون سپر بجنگه. هیچ ارتشی هم نمیتونه کشوری رو فتح کنه بدون اینکه خیالش از امنیت سرزمین خودش راحت باشه. فوتبال مدرن مدافعی میخواست که علاوه بر کیفیت عالی تو دفاع بازی سازی هم بکنن. راموس الگوی مدافع مدرن بود و سالهاست بقیه تلاش میکنن شبیهش باشن. با این حال مقایسه افتخارات راموس و بقیه نشون میده هنوز نتونستن به استاندارداش برسن. اختراق وسط ولا دفاعات وامامنا جول راموس Modric, they've got their equalizing goal. مدافعی که رئال دسیما رو مدیون ضربه سر دقایق آخرشه و تو 4 سال با اسپانیا 2 یورو و 1 جام جهانی رو به خونه برد. قهرمانی با 1 گل خودی تو اروپا افسانه‌ایه که لارخا با راموس